ما کشوده شدیم. این заводи کلانترین در تاجیکستان автоклавный газоблок میباشد. منزلمان شهر دوشنبه 9 کیلومتر پایان شفر завод میباشد. تقریبا هر یک قشتا هر قطعه 80 گرم میپزد. این заводи ما کلان است. تمام اهالی تاجیکستان در 4 فصل قشتای газоблок автоклавный با شما تامین کرده میتواند. ما درون آسیا می رود. درون همین آسیا در آمده آرد شده بر آمده می رود. در ترکیب این газоблок من محصولات وطنی باشد. قم، سمنت، آهک، گچ و آلومینیوم پودر پیوست می شود. واسه همین газоблок من تقریبا 80 گراد برآمد. این استحصال وطنی می باشد. هم با بیولوژیکی تازه است. یک آدم را ضرر ندارد. قالب‌ها را پر کردیم در این پیچکا تقریبا 3 ساعت می‌ایستد 60-70 گراد. بعد از این برآمد دیگه پیچکا میمونیم 800 گراد گرمیده میپزد داخل. از این قالب گرفته دیگه پدان میمونیم گیرداش لنده میکنیم. автоклавный газоблок ما صفت خوب و عالی است. با استاندارد جهانی جایگزین میشود. در اینجا 6 نمود رزمری هست. اکنون باشد از یک تاشه صفت را میسنجیم تماشا کنیم. اینو بسم الله الرحمن الرحیم. اینا تمام. هیچی نشد. به مالال آماده خریداری کردن میگیم. اکنون باشد به هم قیزیقترین جوش نرخوش می شود. نرخوش یک تکته برای شما نمبر میکنیم. رزمری 10 مون یعنی که پریگورتش 10 سومون 80 درم و رزمری 12 مون 12 سومون 90 درم، رزمری 15 مون 16 سومون 20 درم و رزمری 20 مون 19 سومون 80 درم و رزمری 25 مون 24 سومون 70 درم. اگر برای شما رزمری 30 هم در کار باشد رزمری 30 هم هست 29 سومون 70 درم. اگر شما از نام کانال کالخوزآباد صحبت کردید برای شما باز یگان سوم تخفیف داده می شود. اینا همش автоклавный газоблок یعنی که هر یک قش تقریبا 800 گراد گرمی میپزد. مسئله دستکش باشد معما نیست. ماشین ها هست، رقم ها در زیر نوار میمالو زنگ میزنیم چند سال می شود همش برای شما میفهماند. بارتون همین گونه پدان آهن قطعی اوپاکو کرده تیار کرده میدهد. لنت قطعی تیار کرده موندگی میبرید خونتان بارتون سوخ سلامت میفرارید بعد پدانش آورده میدهید همین завод. بارتون تازه آزاده شو رفته میگیرد.